محمد حکیم، محمد مهربان. من فقط یک داستان، روزی در کوچه های مکه رد می شد، دید که پیرزنی کیسه گندم یا جوی داشت، درمانده بود، خم شد، کیسه گندم رو دوشش گذاشت. گفت مادر کمک نمیخوایی؟ گفت پسرم که کمک به پیرا میکنه؟ گفت من. خم شد، کیسه رو کولش گذاشت. همپای پیرزن سال خورده رفت تا در خونه‌اش. گفت پسرم همینجا بذار. گفت نه، میارم داخل. گفت پس برو تو انبار بگذار. وقتی که میخواست خداحافظی کرد، میخواست بره، مادر صداش زد. گفت پسرم میتونی بر بگردید؟ گفت پسرم یه لحظه برگرد. گفت بیا نزدیک پسرم. نرمی گوششو گرفت، آورد گوشش کنار لبش. گفت پسرم تو خیلی جوان مهربونی هستید، خیلی دلپاک و دل ظریف و دل نازک و شفیقی هستید، تو کمک به پیرزنی کردید. من پاداش مادی ندارم به تو بدم، اما یه نصیحت، پاداش این خدمت تو مثل گرد تو گوشت باشه. گفت بفرما مادر. گفت چند روزی چند سالی میشه که در شهر مکه مردی جادوگر و ساحر پیدا شده، اسمش محمده. جوانای دلپاکی مثل شما رو گمراه میکنه، برده ها رو بر علیه آقایانشون میشورانه. بیشتر سر راهی جوانای دلپاک و صاف و ساده و مهربانی مثل شما و بردگان سبز میشه. من پولی ندارم که به تو پاداش میدم، ولی تو خیلی جوان مهربان و دلپاکی و دلرحیمی. من مطمئنم که این محمد جادوگر یه روز سر راه تو سبز میشه. فقط این به خاطر پاداش اون خوبی مثل دری در گوشت باشه که اگر سر راه تو سبز شد تو رو فریب نده مادرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک سرباز متواضع در مقابل ارشدش اینطوری ایستاده. بعد گفت مادرم صحبتات تمام شد. گفت ولی پسرم برو در پناه الله و هو العزی. دید که نمیره، پیرزن دید که این جوان نمیره. گفت چرا نمیری پسرم؟ گفت مادر این گوش تو بده من یه چیزی بهت بگم. من همون جوان محمدم، من همون جوان محمدم که تو در بارش داری صحبت میکنید. گفت اشهد ان لا اله الا